سلام، اینجا مووی تایم و من دانیالم. این دفعه میخوایم در ارتباط با فیلمی که سال 1998 ساخته شده صحبت کنیم که کارگردانیش توسط جان فرانکلین هایمر بوده. تو کارنامه جان فرانکلین هایمر میتونیم همه سقوط میکنن، کاندیدای منچوری و تعمیرکار ببینیم که به خاطر همین سه تا فیلم کاندید نامزد جشنواره‌های مختلف مثل کن، بفتا و ونیز شده که نویسنده فیلم جی.دی. زیک و موسیقی متنش هم توسط الیات اسمیرال بوده. جالب بدونید که آخرین فیلمی هم که جان فرانکلین هایمر کارگردانی کرد راهی به سوی جنگ بود که سال 2002 بود. جالب اینجاست که کمپانی یونایتد آرتیست که خدمت خیلی طولانی تو توزیع و تولید فیلم داره، سالهای پیش یکی از بنیانگذارای اصلی چارلی چاپلین بوده که سال 2006 تام کروز و یکی از شریکاش که پاولا واگنر بوده اومده کمپانی رو گرفته و کلا شکل جدید این کمپانی به خودش گرفت. جالب اینجاست که کلا هزینه فیلم که برای ساختش صرف شد 50 میلیون دلار بوده و کلا فروش کلی داخل گیشه داشت 70 میلیون دلار بوده که نسبت به فیلمایی که همزمان داشت اکران میشد نسبتاً فروش کمی بوده تو اون زمان. به صورت کلی تمام سکانس های فیلم داخل کشور فرانسه و تو شهر پاریس فیلم برداری شدن. از تمام کلی این جزئیات حاشیه بگذریم میرسیم به نکته مهمی که همه ما وقتی میخوام یه فیلم رو ببینیم بهش توجه میکنیم، یعنی کسایی که توی فیلم بازی میکنن. داخل این فیلم رابرت دنیرو بازی میکنه که معلومه یکی از بزرگترین قطبای سینما حساب میشه که تو فیلم‌های تاکسی درایور، رفقای خوب و تلماسه ترس و یه سری فیلم‌های دیگه بوده. ژان رنون که همه ما از لئون د پروفشنال میشناسیم. لئون د پروفشنال فیلمی بود که با ناتالی پورتمن هم بازی بود. ناتالی پورتمن اون موقع خیلی سنش کمتر بود. بازیگر بعدی ناتاشا مکلهون و بازیگر بعدی شامپین که شامپین هم داخل فصل اول تو قسمت اول و دوم گیم آف ترونز بود و همون موقع بازیش تموم شد. و بازیگر بعدی جاناتان پرایس که جاناتان پرایس هم از قدیمی‌های هالیوود به حساب میاد که بازی فیلم‌های خیلی زیادی داخل کارنامه‌اش هست. اسم اصلی فیلم یعنی رانین از یه اصطلاح ژاپنی گرفته شده که رانین برمیگرده به یه گروه سامورایی بدون ارباب. رانین ها به خاطر سیاست‌هایی که فرمانده‌های خودشون داشتن که معروف بودن به شوگون‌ها، در مقابله با فرمانده‌های خودشون در اومدن. یعنی به صورت کلی رونین ها که همون سامورای حرفه‌ای بودن به خاطر کلا سیاست‌های چرت و پرتی که فرمانده‌های خودشون داشتن که اسمشون معروف بود به شوگون‌ها، بر علیه فرمانده‌های خودشون شورش کردن. داستان کلی فیلم بدون اسپویل جنگ یه چند گروه ایرلندی، آمریکایی، روس برای گرفتن یه کیفیه که اطلاعات مهمی داخلشه. ناتاشا مکلهون که تو نقش دریده تو فیلم بازی میکنه جزء گروه آمریکایی است که یه گروه خبره و نخبه رو تشکیل میده برای رسیدن به همون کیفه. دوستی سم با بازی دنیرو که وانمود میکنه داخل سازمان سیا کار میکنه با وینست که نقش ژان رنون انجام میده شکل میگیره داخل اول فیلم که کم کم قوی میشه و برای مخاطب یه جذابیت خاصی رو داره. مهمترین موفقیت فیلم گروه بازیگری و کارگردانی فیلمه و همچنین نباید از موسیقی که الیات اسمیرال هم انجام داده بگذریم. اکثر سکانس‌های فیلم کلا بی‌نظیر هستند. تمام سکانس‌های اکشن، تعقیب و گریزها، لحظاتی که غیر قابل پیش بینی ان، همه با هم دیگه دست به دست هم دادن که این فیلم از جذابیتش کم نشه و تا آخر فیلم پایین فیلم بشینیم. فیلم کلا دو تا روایت داره، یه روایت کلی، یه روایت جزئی. روایت کلی خود گرفتن کیفه که اطلاعات مهمی داخلشه. روایت جزئی روایتیه که بین شخصیت‌ها داخل خود فیلم اتفاق میفته، زندگی و پشت پرده‌ای که قبلا داشتن، که یه روایتیه که وصل میشه به روایت کلی. این فیلم هم شروع خوبی داره هم پایان بندی خوبی داره، به طوری که مخاطب وقتی که فیلم تموم میشه گیج نمیشه، نمیگه که چه اتفاقی آخر افتاد. کلا این فیلم هم شروع خوبی داشت هم پایان بندی خوبی داشت، جوری که مثلا تو آخر فیلم وقتی پاشی گیج نمیشی از دیدن این فیلم که چه اتفاقی برای بقیه افتاد، چون نویسنده نتیجه گیری فیلمو به خوبی به انجام میرسونه. و نکته دیگه برای من یا تویی که میشینیم پایین فیلم وجود اطلاعاتی که تو این کیفه، یعنی من یا تو مثلا وقتی میشینیم پا فیلمو نگاه میکنیم برامون مهمه که چه چیزی داخل این کیف است که کلی سه گروه آمریکایی، ایرلندی، روس این کیفو میخوان. بچه‌ها براتون جالبه که سال 1998 که فیلم ساخته شد جام جهانی هم داخل فرانسه داشت انجام میشد، یعنی همزمان بودن وجود برگزاری جام جهانی
و اکران شدن این فیلم. جالبه که همون سال هم یه خبرنگاری مسابقه با رابرت دنیرو رو انجام داد به خاطر وجود آمریکا که داخل جام جهانی 98 بود. خب از اول نمیشه. از اول خیلی طولانی میشه. الان ساعت 1:02 کمه. 2:20 کم؟ 2 ساعت و 10 دقیقه اومدی. 20 دقیقه اونجا نکرد. یعنی خوب نبود همین؟ خب فرق نمیکنه. کاندیدای منچوری